The slip there allows Sturkle to pick up the scraps and he scores. این دروازه فرصت داره تراکتور میتونه گل هم برسه تیم تراکتور زمینی زده میشه داره بازیکن خودی روی ارسال میشه کارو تموم بکنه پاس کات بک فرصت داره تراکتور بیاریم برای گل دو تراکتور هاشم نجات پشت محوطه جریمه حسین داده هاشم نجات برای گل سوم فرصت داره تراکتور بالا اومده پاس عالی در فضای خالی فرصت داره تیم گل تراکتور باز هم کات بک میره واسه گل بعدی میره برای گل چهارم پنجم دو در مقابل سه هستن یه پاس رو میتونه کارو تموم بکنه هنوز در فرصت داره تراکتور پشت محمد اسکوری خوب موقعیت داره این دیگه گل گل آره گل حسین حسین داده رو میگه حالا دانیال اسماعیلی پر یه پاس زمینی تراکتور رو این شده که حالا گل دوبیچ ضربش رو میزنه مستقیم به قصد چهار شد این تو میتونه گل بشه و میشه امیرحسین حسین زاده دومی رو رد میکنه خود حسین زاده بره بعدی برای بعدی حالا موقع برای حسین زاده امیرحسین همچنان ثابت توپ ضربش رو میزنه گل روشک میتونه دروازه رو باز بکنه حالا لیشکه به توپ ضربه میزنه اسماعیلی بعد بزنین گل اول مسابقه رو تو پاس دیگه کاسمینی فرصت دارن بازیکن‌های تراکتور پاسی که داده میشه حسین زاده حالا شوت میزنه و اینم گل دوم